دادا یوسف تقویم را چکار کرده؟ چی شد بو؟ این را کلان شوی میفهمی عمر؟ من کلان شدن نمیخواهم. بین عمر، از در قفا برآمده می رویم و مادرت نگوی. اگر گویی دیگر عصر و یک جو شده نمیتوانیم. فهمیدی؟ همیشه جدا میمونیم بعد. فهمیدی؟ ها؟ کنی بیا بچم. رفتیم. راه کرد. بیا بچم. شین امینه نخواد این خیل کار کنه دادا ها؟ نخواد این خیل کار کنه. چه خیل پدرت شما؟ نیتی گنده ندارم باورم کن. بچم نکن. بیا من وای کرد رو من پدرت میشم. قاتل پدرت میشوی. جمو چه خیل پدرت شما ها؟ چه خیل پدره؟ از شما شرم دارم. شما چه همین اپا؟ چه خیلی راضی میشوید؟ چه خیلی از پشت این آدم خسته به این خانه میآید؟ چه خیلی؟ مجبور شدم جمو. مجبور شدم. جمو پرتو بای کرد را. جمو آجا علی جنگیز تو مرا کشتنی؟ تو پدرت را کشتنی؟ ابله من دستت را بریده میپرتم. کنی پیدرا گم شو. شما خوب هستید شکری اپا؟ نرس مرا. امینه اینجا بیا. اینها خوبی را نمیفهمند. بیا رفتیم. بیا از این پس اینجا حجره توست. اما الیف؟ این حجره الیف نیست مگر؟ تو این نشو فکر نکن. استراحت کن. نازک دم گیر. به این هم الیف در این خانه بسیار نمی ایستد. پروا نکن. اگر مرا می بخشیدی می آمدی یوسف. نه آمدی. مریم اپا خلیل
چرا به تو باور کردم خلیل؟ چرا باور کردم؟ چرا به اینجا اومده مثل گریزه ها بر این خلیل؟ هزل خانم ما رو اینجا هم نمیموند. در اینجا نمیمونه مریم. من همه چیز رو فکر کردم. تو پروا نکن. کنی دروید. اینجا تاریک است خیرات چند. مالش بچه بازی چراغ رو در میگیرانم. کنی شما دم گیرید. فردا میرویم. تو چی؟ من یک کس رو انتظارم. حالا یک بیاید. فردا صبح ندمیده به راه میبرایم. اینها رو گیرید. با بالایتان پوشید. کنی بچم. کنی بچم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ جنجال کنی نه آمدم هزل خانم. اپام رو گرفتنی آمدم. مریم در اینجا نیست. اکنون خواهد هم به این خانه برگشتن نمیتواند. تو خودت رو که میشماری ها؟ به قصر قراجانی ها این خیلی بپرسش در آمدن ممکن نیست. دفشو از اینجا. دفشو میگویم. وگرنه خلیل اینو بیدید؟ کی آمده است؟ وزنین شوکنی؟ عبدی به من کاردار نشو. اپام کجاست؟ با اپات صاحبی کردن نتوانستی. اکنون از ما مدد میجویی ها؟ اپام کجاست؟ عمر کجاست؟ چی کار کرده آقا؟ سرده مرا. یوسف اکا ساکنه. یوسف اکا نه مریم اپام و نه خلیل اکام نیستن در اینجا. والله بالله در اینجا نیستن یوسف اکا. یوسف باورم کن من هم مثل تو آنها را یافتن میخواهم. یوسف پسرم را برگرداندن میخواهم. تا به امروز کسی از گپم نبرآمده است. اما پسرم فرزندی خودم از پشت اپات مرا گوش نکرد. به فکرم من با کجا رفتنشون را میدانم. نترسم اینه. یگان احتیاجی نداری گفته پرسیدنی بودم. احتیاجی ندارم. تشکر. الیف خاله چه شد؟ بچه ما یگان کار شد؟ در حجره من کی است؟ امینه خوش آمدی. مرا ببخش الیف. چرا بخشش میپرسی امینه؟ الیف اپا. امینه اپا عذر میخواهد چون که زن دوم شده میآید.
انشاءالله با من دروغ نگفتگیستی عبدی. اپاد رو یافتن میخواهی؟ این طور باشد به من باور کردنت لازم. دیگر چاره‌ای نداری. بیا. گفتگی‌هایم را تیار کردی؟ پولهای خواجگی آقام. ماشین هم در اینجاست. بارک الله شاکر. تو را کسی ندید همین خیل نه؟ نه خوجاین. احتیاط شده آمدم. حتی کزبان هم درک ندارد. آفرین شاکر. مرا نغز گوش کن. ما که به استانبول رسیدیم با تو خبر میفرستانم. با حساب و کتابی خواجگی سرفهم رفتی؟ بله خوجاین. اکنون زود نیست شو از اینجا. با کسی نمایان نشده رو. ها تشکر. در گپت می ایستاده ای؟ نمی ارزد آقا. رو. یوسف تقا، یوسف تقا، یوسف تقا، در کجاست یوسف تقا؟ عمر، 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 در کجایی عمر؟ خلیل، خلیل، عمر نیست. ایستا مریم، آرام شو. در همین جا بودگیست. در درون نیست. همه جای رو دیدم. بیا گرد اطراف رو بینیم. عمر، عمر، بچم. عمر، عمر، عمر. خیلی که تخمین کرده بودم. فرو. بیا. که تو به من دروغ گفتی خلیل. ما را آرام گذارید یوسف. آرام گذارید ما را. چشمانم پر از آب شدن خلیل اکا. تو رو اینقدر سخت ترسانده ایم که گریختنی اکا. از تو این خباور. خلیل، یوسف عمر نیست. چی کار میکنیم؟ باید کودک صاحبی کردن نتوانستی اکا. دهانت را پوش احمق. خلیل، پسرم روی افتادی خلیل. آرام شوید ابا.
میابیم پسرمان را مریم، میابیم. به هر صورت تکابیم. من به این طرف میروم. خلیل تو اون طرف را کاب. عمر بچم، عمر 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 بچه جون شیرینی من به تو چی کار میکنم؟ عمر تو در کجایی؟ عمر بچم، عمر بچم در کجایی؟ آوازت رو برار عمر. عمرم در کجایی؟ عمر عمر ای خدا کجا رفته باشد؟ عمر عمر بچم، عمر 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 درد کن. بچم چی گفتن تو رو نغزکک فهمیدی ها؟ همین خینه؟ بسره در اومد؟ مالا شگو. یعنی روا کنون. عمرم رو میابیم همین خلنیه یوسف. خدا خواهد میابیم اپا. شما در اینجا ایستید. من باز اون طرف رو دیده برایم. نیست. در هیچ کجا نیفتم. بسرش یکم بالا آمده باشد چی؟ کودک مایده خودش تنها اینقدر وقت در جنگل چیکار میکنه؟ عمر رو گم کردنتون با مادرم خوش نمیآید. ینگا عبدی ها اینجا بیا. من کافه کاب را دوام میدهم. در نبودن مریم را آرام گذار. با او گپ نزن. ما همین جایها رو میکنیم اکا. آدمگری مرد می؟ پاچم یادیدید پاچم یادیدید یوسف داغو پاچم یوسف داغو. در کجا ها میگردی تو ها؟ سخت ترسوندی ما رو. شما را بیهوش دیدم قدر بسیار ترسیدم. خوب هستی؟ یکان جا درد میکند؟ پاچم سخت درد میکند. کنی بینم. تمام تو بگوه ناز میشود زیگ نشود. یکان درد نمیموند انشالله. اکنون پیش مادرت رویم. دستم رو زدم. خیز رفتیم. بیا. عمرم بچه جانی شیرینی من به تو چی کار میکنم؟ چنان ترسوندی مرا. آچه جان
با تو یگون چیز نشد آخر؟ پاچم درد میکند آچه، دستم درد میکند. تمام؟ دیگر هیچگاه از نزدم دور نشو، فهمیدی؟ اما دادام یوسف تاغام را بهوش کرد. چی؟ عمر در کجایی؟ بچم عمرم در کجایی؟ کجایی عمر؟ بچم خلیل چه خیل این کارو کرد؟ اپا بیایید به خونه‌مون رویم. از این بدتر نشده زودتر به خونه برگردیم. نمیتوانم یوسف. خلیل نبیاید به هیچ کجا نمیروم. او رو پرتفته نمیتوانم. در اینجا چیکار میکنید حضرت خانم؟ عمر را گرفتن آمدم. خلیل خلیل در کجایی خلیل؟ خلیل 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 در کجایی خلیل؟ مریم خلیل اکا خلیل سرگیه التماس نکنید نرسه دادرم رو سرگیه التماس سرده گفتم مریم انتخابت را کن. عمر را خودی حاضر به من ندهی. 1 دقیقه پس یوسف با این دنیا خیر و خوش میکنه. التماس نمیدیم عمرم رو بشون نمیدیم خیزید داره نکنید خیزید التماس عمرم رو هرگز به شما نمیدیم نمیدیم کنی بیار نکنید سرده منو سرده گل دستت را بچه جون ارسو مرا حضرت خانم سرده او را اوچه جون سرده منو اوچه جون التماس رازم ندید تو خطای خونه زودتر تو هم مادامی که شوهرت به یاریت نامد تو را اونقدر نقص نمیدی دستی انگه سرده مرو اوچه جون نکنید نزنید دادرم رو نکنید التماس نکن نزنید او رو کنی جیان زودتر شین کنی اما شین شین کنی میروی زودتر یک خط کن
بچه‌م پسرم یوسف بردن خوشرو کلی اینا شام خوشرو کلی خوشرو کانی بچه‌ها با ماشین شینید. بچه‌ها شینید آخه. من رفتن نمیخوام نمیروم. من هم. مکتب خودم رو رفتن میخوایم. یوسف معلم رو میخوایم. یوسف بچه‌ها شینید با شما میگویم. این معلم یوسف چیکار کرده باشد شما رو؟ جادو کرده باشد؟ جادو پادو نیست معلم جان. این رو دوست داری میگوید. به من اجازه ندید. کنی گپ زنید. یوسف معلمتان را از همه بیشتر کدامتان ناز می‌کند؟ من این طور باشد کسی که معلمش را نقص بیند از همه پیش به ماشین نشسته به مکتب میرود. یوسف معلم رو دیگر نمیبینیم؟ با اون هم درس خوندن میخواهیم. میلش میخوانید. نصیب کنی اکنون آهسته شینید. گذارید. کنی بیا دخترم. من نمیروم با اونجا. من به مکتب رو ناز نمیبینم. میلش تو بدتر میروی. روی سفید. خنده نمک جون بازی میکنی؟ میکنم. من هم میکنم. اوه نهاری که ها تیار شده است کو؟ ایش ناز خواب کرده خستی؟ جای خواب براحت بوده؟ براحت بود تشکر. این سحر چی خیلی هستی شکریه؟ تشکر. خوش شود. صبر کنید دوست جان. صبر کمی موند. خلاص میکنم شما رو. قسم میخورم که شما رو خلاص میکنم. این روزها دیدم جیمو. مرا اکنون تنها مرگ خلاص میکنه. اوچه چی ها میگوید؟ این خیلی گپا رو نگوید. التماس. اوچه جان پس. تشکر زیاد. خوش شود. با شما گپ دارم دادا. اما در اینجا نه. در قهوه خانه. بعد از نهار انتظارم. این نبین. رفتار این نبین. اوی چی کار است؟ خدا جان من نمیفهمم. مرحمت شکریه اپا. یگان چیز خورید. نمیخواهم. ای احتیاط کنید. فهمیده؟ عقلتان را با جایش مانید. شکریه اپا. امین اخاب التماس میکنم گپ نزن.
بسیار است. ساکینه ایست. با کجا؟ ساکینه بهوده میگریزی. من تقدیر تو هستم ساکینه. انسان از تقدیرش نمیگرزد. علی روزت بخیر بود علی. انشالله هم خیر میشود دادا. در اینجا از قفای دخترها دویده نمیشود بچیم. کلی زود به دکان رو. یک نهاری میکردم دادا. بچیم اگر پرسند به کار رفته است میگویم تا که به خالت شیرین تابی. زودتر. بسیار با عقل دادا. به نزدیکی این را همه میفهمند علی. از دین شب باز در کجا بودی؟ تمامی شب خوابم نبرد. بچم یوسفم چی شد به تو؟ باز قراجانی ها؟ هیچ چیز نشده است اوچه. مریم دخترم عمر کنی؟ عمر نیست اوچه. عمر هم نیست. خلیل هم نیست. نیست آخر نیست. مریم اوچه ماند روان کمی گریه کنند سبک شوند. اکا چی گپ شد؟ عمر کجاست؟ در خونه بیبیش یک چند وقت در اونجا میماند. چرا آخر؟ چرا؟ اوچه همین خیلی لازم. واهمه نکنیم. اپم حال و عصبی است. کمی وقت گذارد گپ میزنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام سید بابا. بخیر است بچم؟ چی شد؟ خواطر نشوید سید بابا، چیزی نیست. به تو یک چیز را گفتنم لازم. کاری بد نیست آخر؟ نه، به دیگران مشکل است شاید، اما برای تو پسند خواهد آمد. آرام باش. هیچ خوب نرفتی. کم استراحت کن. من خوبم. سلامت باش. تو رو هم ناراحت کردم. نه. دیشب امینه رو که در خونه دیدم از هیجان چه خیلی به بیرون بر اومدنم رو نفهمیدم موندم. چی می شود اکنون؟ دهگی ها اید میکنند. اینقدر گپ های غیبت کرده هاشون روز بر اومد گفته خرسند میشوند. خیر من چی باید کنم؟ امینه دوگانه ای تو است. تو قطع کن. اما اش خود به خود حل میشود. اما خالم غمی خودم رو کشیده. خالم رو فراموش کردم. خالم چه خیل باشد عجبو. اوف خدا جون یاری ده به من. دارهایم رو بیار به من. کدومش اپا؟ نمیخواهم. شکر اپا. شما رو میفهمم اما اگر به جای من میبودین نمیخواهم. مرا تنها گذار. پشت در را مرا آرام گذار. ساکینه اپا. عمر جان؟ ساکینه اپا بسیار کارا شد. ما قطعی دادا میرفتیم. بعد تقوی ما مکم آمدن. بعد بیبیان بردم هایش آمد. بعد ساکینه بر این رو به درونو تازه کن. خوک برین شده است. افتیدم. مرحبا من پاشینی. قلب بیار مانده شده. گریختن میخواهد. از ما گریختن میخواهد. خواستگیش رو میگیرد. چخیر یعنی؟
از ما دور شدن میخواهد دور میشود. اما چه او را در آنجا چقدر نگاه داشته میتوانیم؟ ما نمیداریم اما دیگران میدارند. اپا چی گپ شد؟ عبدی تیار شو به ناحیه میرویم. علی کجا شد؟ در جای کارش؟ وایلش برای کار. تشکر. توبه این کلیدی کجا باشد؟ تا حال یگان بار ندیده بودم. واه بچه، واه این قدر بسیار مال است در اینجا. خزینه بر این است. اوهو اگر من اینها رو یک لخت هم فروشم در تگ پول میمونم. مهلت استعمالشون که ها گذاشته است گو؟ میشود یگان راهش رو مییابم. زینب لبایمک جون بیا زینب بیا با مکتب؟ اما مکتب در اونجا نیست. مکتب دیگر هست. زینب همک جان الیف؟ وای من خالم را دیدنی آمدم. این خیل نگوی الیف، در درون است. الیف گپ زدن میخوایی؟ شاید کمی دیرتر امینه. حاضر نی، کمی بعدتر. خاله جان، خاله به خدا. الیف کوچی کرده. چی گپ شد؟ یردم ده. خاله بردار جان. خاله بردار. به بیمارخانه بردنمون در کن. تیزتر باش تیزتر. شکریه چرا این رو کردید؟ من فکر کردم که کودک‌ها سحر به دیگر مکتب روند، بعد از نصف روزی در این را جمع کنیم و تو با آنها درس گذرانی. شما این خیل فکر کرده باشید. این البته از همه بهتر است سید بابا. هم برای من بسیار خوب می شود، هم برای کودک‌ها انشالله. باغبان جدا از گلهایش خوشبخت شده می تواند مگر؟ بگذار این خیل باشد. من اکنون به دکان می روم، بعد از نصف روزی با می خوریم. مایلش سید بابا. نسخه خب الیف. شکریه اپا. یوسف دارو خورده است. یوسف ببرید دارو به بیمارخانه بردن لازم. امینه تو در اینجا باش، خبر دهید به من. خاله چرا این کارو کردی خاله؟ ایستا سعید.
چی گپ شد؟ عبدی احوالی خوله هم بد است. به بیمارخانه بردن در کار. کشو کنی؟ گذر بیار تیز. تیزتر. تو یوسف فرو از ماشین فرو. ما با الیف حال میکنیم و تو احتیاج نداریم. تا آخری عمرمون یک جای حرکت کرده نمیتوانیم کو. رفتی الیف خالات مرده ایستاده است. غم او را خور. دخترم کنی؟ لبای؟ دخترم نیست. سحر به مکتب میروم گفته برآمد، اما با ماشین سوار نشد. شاهدها هستند. دخترم کنی؟ من نمیدونم. وقتی که به مکتب روان کن گفته زورم میکردی همه چیز رو میدونستی. اگر با دخترم یگان چیز شود از تو میپرسم یوسف، از تو میپرسم. زینب بین مکتب در اینجا. این مکتب نیست. من رفتن میخوام. خانه رفتن میخوام. من سیخ شدم. رفتن میخوام. بسیار سیخ شدم. این مکتب نیست. من به خانه رفتن میخوام. زینب گریه نکن. زینب گریه نکن. نجاتم رفتن میخوام. گریه نکن. جمو کجاشی چویمو؟ حاضر میارم نکفت؟ باتو چی شد جمو؟ جمو تو با مشتریان چخل گپ میزنی ها؟ ها انا همین خیر. از این پس هر کس رفتار سزاوار شده اش رو میبیند. با من نگر جمو. آدم بر این رفتار کن. اگر رفتار نکنی معقول نباشم من روم. با جایم یگون کسی دیگر رو به فرزندی گیرد. یا این که در اصل نروم هم می شود. شما به این هم یگون کس رو یفته می آورد کو. گیر چای. چی شده از به من؟ با من نگر جمو گیر چایت رو. اینجا بیا من پدرت هستم. با من درست رفتار نما. فهمیدی؟ بعد از کار دیشبهتون بر رویتون باید نگاه نکنم. اما چی جزای خدا؟ گپ زن. با شما محض درباره ان همین گپ زدن میخواستم. با کار دین شبهتون شما رو بخشیده میتوانم، اما یک شرطم است. چی بوده است؟ با من ساکینه رو میدهید. چی؟ فراموش کن این رو. حتی خیال هم نکن. هرگز نمیشود. میگیرم گفتم. من با ساکینه توی میشوم. مادرم رو نیز به نزدم رو میگیریم. شما باشید با امینه چی خیلی که خواهید زندگی کردن گیرید. جماعه مادرتان رو به بیمارخانه بردن. چی ها میگویی تو؟ به ناحیه بردن نکه. مالش رحمت. برای سمک نمیگویید. شما اینجا مانید. خدا شفا دهد. رحمت. الیف نترس کنون.
دخترها گفتند که نقض می شود آخر. بله عبدی، شنیدم من هم. سلامت باش. نمیارزد الیف، تو چی میگویی؟ تو بگو فقط، من برایت میمیرم. عبدی، تو اکنون دیگر زحمت نکش. باقی موندهش رو من خودم حل میکنم. نه، من یوسف نیستم که تو رو در نصف راه پرتویم. در غم هم یک جایه، در شادی هم یک جایه. با اینجا یک جایه اومدیم، یک جایه بر میگردیم. تو حاضر کارهایت رو بین. من یک کاری خردکه که دارم، آن را حل کرده میآیم. اپا، او چند چی خیر؟ در درونند؟ خوب شکر. این چی کار میکند در اینجا؟ ما را او آورد. اوف، این کار را بینید؟ با خرجانی ها مجبور شده ایستاده ایمو. نه در کمی ایست دختر آنجا. انسانی خوب آن است که از دست و زبان و رفتارش ضرر نمیبینند. این طور باشد آدمی بی‌ضرر کی بوده است؟ انسانی خوب است معلم. خیر، این طور باشد آدمی خوب چی کار میکند؟ به همه خوبی میکند. تنها به انسان ها؟ به طبیعت نیز خوبی میکند. باز چی؟ باز به همه موجودات، جاندار و بی جان، به همه چیز، به آب و دریاها، سنگ و خاک، کوه و کوهسار، به طبیعت. چرا؟ طبیعت را ویران کنه نقض نمیشود. ضرری به طبیعت داده شده اصلا به همه اون ضررآور است. جاندار و بی جان همش را محافظت کردن وظیفه آدمانی خوب است. همین خیلی نه؟ بله درست معلم. تمام. اکنون دفترهای ریاضی را کشایید، وظیفه های خانگی را حل میکنیم. اما اول سوال دارم، با تو فرد؟ بله معلم. کلچه ها به کدام رقم مانندند؟ به صفر معلم. اگر کلچه را گزید و به کدام صفر مانند می شود؟ کسی که یابد به آن کس توفه. چه خیلی خوب فکر کردید این را سید بابا. کودک‌ها هم از درس نمیمونند. مهمش میل خواهش داشتن است آیشه خانم. مانعه میماند. ها، چرا خاموشید؟ فهمیدم با شما این مشکلی آورد. یوز اینجا بیا. لابایکه راو با همه این کودکا دوتاگی وفلیک گرفته بیار. شاید وفلیک را خورده ذهنشان کشاده شود. من شکر. کنی اکنون دفترهایتان را کشایید. معلم. انا ادوکات، این عریضه برای جداشایی نوشته یکم، اینش از ینگام، امضا و همه چیزایشون تیار است. بینید. چرا آقای خلیلی خودشون آمدن؟ ایمان این گپای آقای جناب را ادوکات. همین خیلی در کار بود، همین خیلی شد. حیات شخصی ده؟ هر کس برای خود 1001 بهانه دارد. آخر مسئله جداشوی است. شاید از فکرشون بر میگردند. باز امضایشون رو دیدن لازم. مبادا پگاه یگام گپ نبراید. جناب خلیل هم انسانی خوب است آخر. ادوکات، تو کاردار نشو با کارهای خلیل و دیگرش. چی ما دروغ گفته ایستادیم مگر؟ جناب خلیل جدا شما میگوید. خلیل یک آقای بزرگ اینجا آمده، زنم گپم را نمیگیرد گوید. از این رو در اینجا من هستم، وگرنه مرا چرا با اینجا روان میکنم؟ تو کارت رو کن. خوب شده است. انسان با فرزند خود هم میخیل میکند مگر؟ برارید مرا از اینجا ابله‌ها، برارید. چیکار کنیم آقام؟ با ما همین خیلی امر شد. ابله‌ها، همه اینها را از شما یک یک میپرسم. با این کارهایتان جواب میدهید. شکریه اکباش.
زهرالود نشده است همین خلا؟ نقض شدگیست. تشکر، سلامت باشید. نقض مانید. یعنی گفتگی هم برین کودک ها را در خونهش جمع کرده درس میداد. خیر. چی خیلی خیر؟ این غیر قانونی است. درحال از والدان مکتوب شکایتی جمع کردن لازم. معلم در داخل دولت بر این رفتار میکنه. یک شکایت و تمام. کنی زودتر یک زن با وزارت معارف زنگ زنو. عمر بچه چی کار کرده ایستاده ای؟ چوتکه اثری کیست؟ عمر سیفیدین. آفرین زرین. انا هدیه ها هم آمد. کنی اکنون آیشه خالاتون با شما شیر دیهد اما اینها رو تا آخر خورید. تشکر زیاد معلم، تشکر زیاد. آهسته با دقت باشید. مرحمت جانکم. بیا جانکم. من هم میگیرم. گیر بچه جان. مرحمت. چرا افریقات رو نمیگیری؟ گیر جانم. گیر بچه جان. گیر بچه جان. رحمت شخولا رحمت. بیا بچه. بیا تو هم گیر. ایناش برای تو. کنی بچه ها خورید. خوش شود. جانک شیرینی من ما. هم شاد میشوم یوسف. استغفرالله سعید بابا. این فکر شما بود. خورید. خوش شود. آفرین بچه جان ها. کودکای خوش روی. مرحمت جناب مفتش. تا با این دم نیت خوب داشتنتان رو باور میکردم اما حاضر. چی شد جناب مفتش؟ چی میشد؟ خبری به ما اومده درست بوده است. این منظره رو بینید. کودکان رو در حولی خونه‌تان جمع کردید. جناب مفتش کودک‌ها با مکتب رفتند. سحر در آنجا بودند. با اینجا باشد با خواهش خود آمدند. من همچون معلم با آنها یاری میرسانم. وضعیتتان طرف مشکل شده ایستاده است. خبر اومد که با مقصدهای شخصی درس میدید. چگونه مقصدهای شخصی بوده میتواند؟ مقصدهای شخصی ده درس‌های بهوده دینی بریم. یا توبه. با خونه رفتن میخوام. خونه بر مرو. خندونه من خواهش میکنم خونه بر مرو. خواهش میکنم. جاجا از ما درستانه گفتم ها. جاجا نزن. عمر با دیدن این بزیچه ها میروی؟ نمیرویم. چرا آخر؟ اونا تو رو پزمان شده ایستن. نمیخوام من بزیچه مورن بزیچه ها. آجام رو میخواهم. عمرم آجا جان بچم آجا دادم کنی ما رفته استاده بودیم که چی گشت میرویم بچم تو زیق نشم میرویم البته کم موند کاش که میدانستم ساکینه کاش که میدانستم مریم خوش آمدی دخترم. خوش باشید. چه خیل استی؟ کمی خسته می نمایی؟ یا که تو را نگاه نمی کنند؟ من عمر رو دیدنی اومدم. البته دخترم اوی پسری دوست. البته می بینی؟ تشکر زیاد. اما در وی دنیا اینجا بیاد میمون بشنه. در شو از خانه. در شو گفتم تو را. در شو. آچه ساکنه این را گیر. مریم زیبا دخترم عمر رو میخوایی؟ بیا گیر بچه‌ت رو. جای فرزند آغوش مادرش است. از تو بهتر کسی با او نگاه نمی کند. گیر بچه گیر پسرت رو. داخل شو از این خانه رو. شو دیگر قدمت رو با این خانه نمان میگویم. مریم
پسرت رو نگرفته میروی دختر؟ اوه پسرت به تو چیکار میکنه مریم؟ اومد را به بالا برید. زودتر راه گرد. مریم دیوانه میشوی. دیوانه میشوی. همه این را میبیند. دارو بیاید اوچه جان بیاید آهسته آهسته بیاید آهسته تمام آهسته جان تمام آهسته آهسته شد خدا از تو راضی باشد عبدی آقا. آمین آمین از هممون. بیاید اوچه جان بیاید. تشکر زیاد عبدی که به خلام یاری دادی. من با تو یاری داده ایستادم الیف و همیشه همین خیل می شود. گوش کن مرو. این حیات زندگی کردت حیات نیست. از یک طرف امینه به خونتون آمده است. شرمندگی است این شرمندگی. احوال یوسف به خودت معلوم. امروز و فردا از معلمی میگیرند او را. در بین کلوخ بر این میموند. مرا گوش کن. با تو یاری میدیم. هر چیزی خواهی همه چیز در دست من است. من آقایم. همه چیز در دست من است الیف. بسیار خوب. نه هیچ نباشد اکنون دیگر نه نمیگوید. آیسته آیسته تسلیم شده ایستاده است. راضی میشوی الیف، راضی میشوی و این رضایت تو رو به من میآورد. سلیم چند بار فهموندم با اپا، اما چه زوره کردم. حتی نروید با اونجا گفتم نروید، ناحرمتی میکنن شما رو، اما گوش نمیکنند. به حسرت فرزند طاقت کردن ممکن است مگر یوسفم؟ مریم مگر میخواهد از دست قرجانی ها عذاب کشد؟ اما برای فرزندش، تنها برای او. اکا چی میشود این مثلا؟ از اپم بسیار خاطرم، خودشون رو میکشن در خیر. یغوز چی ها میگویی تو خودت چی گفتنت رو فهمیده ایستاده ای؟ بخیر باشد انشالله. کی باشد؟ فوزیل؟ فوزیل فوزیل اکا؟ فوزیل اکا بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا بیا. چی شد فوزیل؟ این چه احوال؟ بیا. چی کار کردند با تو؟ فوزیل چی کردین رو با تو؟ تمام من به زینب چیزی نکردم. شاکر؟ کاری شاکر هستیم؟ عبدالله یوسف اکا بچم ایست. یوسف نرم التماس. او چه فوزیل اکا افتی؟ دو یوز. فوزیل اکا فوزیل اکا خیز فوزیل خیز. انشین. شاکر رو ندیدی؟ نه من ندیدم. شاکر رو ندیدید؟ نه ندیدم. من از کجا میدونم؟ سعید بابا چی گپ شد؟ کودک ها همه‌شان زهرآلود شدن یوسف. همشیره انشالله خوب میشود همین خیلی. انشالله.
بچم از акаат ягон хабар ҳаст? кӯдакҳо заҳроло шуданд нӯча, аммо ҳоло нағзанд. худоё тавба, ҳамаашон яку якбора чӣ хӯрданд онҳо? ин дар дастат будаги чист? аз равсат омадааст оча, дар болааш номи апам. бахайр бошад иншоаллоҳ. инро ба апаат бурда деҳ бачам. апа, биё явуз. ин ба шумо омадааст. ба ман? чӣ будаастин? чӣ шуд апа? ягон чизи бад аст? апа? марьям, духтарам, чӣ шуд духтарам? халил аз ман ҷудо мешавад, оча, халил аз ман ҷудо мешавад. худоҷон, оча, худоҷон, ба ман сабр деҳ. оча ҷон, хуб астед? явуз. кӯдакҳо заҳролуд шуданд. сабаби заҳролудшавиашонро фаҳмида мешавад? чӣ хӯрданашонро фаҳмидан лозим. шояд чизест ки дар якҷоягӣ хӯрда бошанд. масалан маводе ки шир бар ин зуд вайрон шуда метавонад. лекин ягон хатаре нест ҳамин хел не? яъне сиҳат мешаванд? аз даст тамом неомадагиро карда истодаем. доруҳои дудагиамон чӣ қадар зуд таъсир кунад, ҳамон қадар зуд сиҳат мешаванд. худо шифо диҳад. сахт тарсида истодам саид бобо. дар умрам бори аввал аз ин қадар сахт метарсам. ором шав. инсон байни тарсу умед тоб хӯрда меистад. ҳозир тарсида истодаӣ, аммо умед ҳам мисли тарс бисёр наздик аст. духтарам Чӣ гап шуд? мемурад. ёрӣ диҳе, духтарам мемурад. духтарам, духтаракам, ту кардӣ Юсуф. ба ин деҳа танҳо бало овардӣ. духтарам мурда истодааст. Юсуф, духтарам мурда истодааст. духтарам ором шуд. ту гунаҳгорӣ. ба ҳамааш ту гунаҳгорӣ. духтарам мемурад. духтарам. умар, ту кисти медонӣ? ту як қараҷонӣ ҳастӣ. ба ту ҳама чизро ёд медиҳам. бин ин хона, ҳоҷагӣ, деҳагиҳо ҳамааш аз ту мешавад. умар, фикр кун. ҳар чизе ки хости карда метавонӣ. ба ҳар ҷое ки хости меравӣ. пеши модарам ҳам рафта метонам. сокина, умарро ба боло бар. зудтар бош. то модаргӯиро бас накунад, дар боло маҳкам кун. халил дар куҷост? Кани ӯ? марьям, ором шав. халил дар ин ҷо нест. ба наздикӣ ҳам намеояд. агар ягон гапат бошад ба ман гӯй. шумо кардеда? ҳамин хел не? кори шумо мехоҳед ки халил маро партояд, лекин намепартояд. фиреб нахӯр марьям. аввал халилро барои додари қотилат партофта рафтӣ. баъд ақлатро гум кардӣ.
кӯдакатро ба ҷарӣ партофтанӣ шудӣ. баъд модари шавҳаратро дар байни деҳа куштанӣ будӣ. баъд фарзандатро гум кардӣ. на модарӣ ва на ҳамсариятро ба ҷо наовардӣ. мариям, халил туро чаро дӯст дорад? чаро дӯст дорад? халил аз ту ҷудо мешавад. умарро низ аз дастат мегирад. мариям, хатогиро ту кардӣ. монӣ. акнун даф шуда рав аз ин ҷо зудтар. халилро акнун ором гузор, чунки туро чашми дидан ҳам надорад. кани гум шав. آقا خوراک آوردم. آقا اجازت هست؟ مال اینجا. خیز ابله. آقا جان من در آقشو حاضر. دختر جان، دخترم چه خیلی است؟ خوب است؟ افسوس که خوب نیست. حیاتش زیر خطر است. ما از دست اون میامدگی رو کرده ایستادیم. دعا کنید خودش فدیت. آرام شو. آرام شو جانم. دخترم خود رو به دست گیر. آرام شو. آرام شو خودت رو. آرام شو دخترم. آرام شو. ان شاء الله همش خوب میشه. آرام شو. جانم آرام شو. خود رو به دست گیر. یوسف به همش تو گناهگاری. دخترم دخترکم آه یوسف به همش تو گناهگاری. سید بابا چرا این خیل شده ایستاده است؟ من چه خطا کرده ایستادم؟ کارهای خیر بسیار مانعهای ضررآور دارند. آدمانی بدبین زحمتکشان کار خیر را بسیار رنج میدهند. خوب و سید بابا، من با آنها سر و کار داشتن نمیخواهم. خودشون هجوم میکنن. بر رنج دهندگان نه، خودی رنج دهنده را دیدن درست نیست مگر؟ چه خیل سید بابا؟ در پیش تو هدف بسیار مهمی است. امروز را نه، فردا را ساخته ایستاده. با صبوری و این از این رو به هدفت با دانش روان شو. برای یار که برآمدی اغیار را فراموش کن. شاید من گناهی کردم که این کارها شده ایستادند. بدبینها قریب مثل کرامت نشان دهندگانند. شخصی را که در هدف درست سستی نشان داده به دیگر سو حرکت میکند در حال هجوم میکنند. با من چه توصیه میدهید سید بابا؟ انسان ها ظلم میکنند لیکن تقدیر به عدالت است. تو تنها سوی هدف روان شو. انا میبینی آن بلاهای چاهکن خود زیر چاه شده به دام میافتند. خدا شفا دهد اپا. چه خیلی سولو؟ احوالش وزمین دعا کرده ایستاده ایم. خدا شفای عاجلی دهد. خدا شفا دهد. آمین. احوالشان چه خیلی؟ الیف زرین خوب نیست. چه ها میگو یوسف؟ یوسف با بلا گرفتار کردی در عاقبت کودک ها را، لیکن خودت هم با بلا گرفتار میشوی. عبدی بچم مگر این گپ است که حاضر باید گویی؟
валло онам медонам Мӯйсафед. Каме пеш дар поён полисо Юсуфро мекуфтанд. аҳа Юсуф Акбаш, манам. ту бояд ҳамроҳи мо ба шоҳ баравӣ. бо кадом сабаб бачам? бо сабаб дар кор меҳоҷ бобо чандин кӯдакҳоро дар хонааш дарси хусусӣ медодааст. арзаҳои падару модарашон ҳаст. не боз кӯдакҳоро дар он ҷо заҳролуд кардааст. боз чӣ шавад? кани рафтем пеш даро. ман ҳам ҳамроҳат меравам Юсуф. элиф кори Юсуф чатоқ аниқ бекор мемонад. баъд аз ин корҳо аниқ боз масъалаи ин кӯдакҳо таоман вазнин а солҳои зиёд дар ҳабс мешинад. чиҳо мегӯӣ абдӣ? ҳоло аз ман як гуфтан элиф, аммо як роҳи халосиам дорад. чӣ хел роҳ? сири он дар дасти ман. агар хоҳам байни 10 дақиқа халос мекунам. ин хел бошад. ту ба ман ҳагӯй элиф, ҳагӯй Юсуфро халос мекунам. ҳагӯй ки Юсуфро озод кунам. ин қадар осон аст элиф. танҳо як калима. ҳагӯй элиф. майлаш абдӣ, майлаш. Dolu dizgin akan sular durulacak, bekle de gör, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak.